راستی که ما که میترکه، من جلو سمت شاگرد بودم، یه ذره میکشه به راست، تیری گارده ماشین رو عین گوجه سیخ میزنه. 13 متر ما دور خودمون میچرخ. نمیدونستم چی شده، آدما میومدن بالا سرم میزدن تو سر خودشون میرفتن، یکی میومد حالش بد میشد میرم. یه ذره گذشت و آدما هی میومدن کمک میکردن. بعد من چون دندم شکسته بود، شکمم پاره شده بود، ریه‌م پاره شده بود، تا جایی که مأمور اورژانس رسید بالا سرم. مأمور اورژانس گفتش که داری میبینی خیلی ازش خون رفته، دندش هم دست دادم احتمالاً شکسته، ریه‌اش پاره است. 2 دقیقه وایسی راحت تموم میکنه، میتونی درش. مأمور آتش‌نشانی زد تخت سینه‌اش، گفت بچه خودت هم این حرفو میزدی، هیچ فرقی با پسر من نداره، من اینو درش میارم، تو هم هیچ کاری نداری. یه جمله اگر بخوای به اون آتش نشانی که نجاتت داد از طریق این تریبون بگی چی میگی؟ اینو یه بار به خودش هم گفتم، آقا حامد ما اکسیژن یه بهونه‌ایه واسه اینکه من یاد تو بیفتم، نه واسه فقط خودت بودم، به خاطر اینکه تو اکسیژن رو دوباره از یه جای دیگه معنی کردی. باز نه به خاطر خودت بودم، به خاطر قلبت، به خاطر اینکه تو اون لحظه وایسادی پای اون چیزی که فکر می‌کردی درسته، تو لحظه زندگی کردی. آتش نشانه با شرف سرت سلامت، با تو میگیره جون واژه شجاعت، فرشته خدا روی زمینی پشت سرت همیشه از سوال ملت. آتش نشانه با شرف سرت سلامت، با تو میگیره جون واژه شجاعت،